سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی یهویی که یهویی هم نبود، دیروز خیلی یهویی بچه‌ها گفتن که آره نزدیک عید و چیزا دیگه، نزدیک عید که نه، الان تعطیلات عید میگه بریم بیرون. حالا کجا؟ من بهشون گفتم که هر جا میرید اوکی کنید، فقط بگید کجاست که منم بیام. قرار بریم سینما وحشت. باید واقعا از اون سری ویدیو تا این سری ویدیو دهنم داره سرویس میشه، جدی دارم میگم. فکر نکنم پتانسیل این همه رو داشته باشم، ولی ما میریم ببینیم که گفتش که این مدلیه که تو یه فیلمی رو انتخاب میکنی که سختیش بود 10 از 10. بعد IMDbش هم بالا بود، بالا مثلا 8 اینا بود، شاید تو رنجای 8 یا بالایی بود، نمیدونم اینجا میذارم عکسشو. این بود IMDbش هم انقدر خیلی خوب بود. بعد سختیش زده بود 10 از 10 و میگن که فیلمو تو میبینی بعدش یه اکترایی هستن که میان تو رو میترسونن. بریم ببینیم چطوره. فعلا با هم دیگه من میرم حموم، میام حاضر میشم که ساعت 6 بعد اونجا باشم. الان ساعت 3:30 یا 4. از حموم اومدم، الان همینو میزنیم. اینو من زیاد استفاده نکردم، مناسب برای مای خشک، سرم 2 فاز مو خوبه، خودش که داره میگه چیز خوبی. بعد این ضد آفتابه این دوتا خدا روغن نارگیل هم برای مو خوبه هم برای پوست، ولی برای مو به قبل همون بزنی، خیلی برای رو پوست خیلی باید بمونه تا جذب بشه، من خودش خوش بشه. برم نهار بخورم بعدش دیگه حاضر شیم برای آماده شدن. بدون از این پدا گرفتم، این چوسی جدیدا میگن که خوبه برای کانسیلر و اینجور چیزا. نمیتونم، میخوام از کوشن استفاده کنم. کوشن یه بیوتی بلندر تمیز. کوشن یه دونه چیزای برقی دارم، خیلی چیز جیگریه. میگم که با اینا بلند کنیم ببینیم که یا تو پاچه رفته یا تو پاچه نه. خوب بلند کرد. یه آینه شاید آینه تمیزیه، یه دونه براش اینجوری خیلی برداشتم چیز همه تو صورت. ببین خراب کردم. A few moments later. مگه نگفتی سر 6 دیگه؟ بله الان سر 6 سانتا موشگی شده دیگه، بهش گفتیم 5 اینجا بشه. نه نگفت میگه بهم نگفتی. اگه پیام گروه بخونن بله گفت. آره دیگه مشکل اینجاست که اصلا گروه رو نمیخونه، پیام نگاه نمیکنه. من تازه الان ایدوزمو گرفت. اینجا 6 هم در دستست. میخوای نیاد چی بگم والا؟ بگو شما برین. نمیخواد این میرسه بهتون؟ بگو نمیرسه. اون رسیدم که میرسه ولی نصفش خب نمیتونه باشه. بگو خوشگل چرا نره. انقدر دیر حاضر شده؟ بگو خوشگل نره. به گوشی دسته؟ شما برین تو، من بعدش میام. دروغ غلط کرد نزنم گوش دست تو بگو. آره نه رو بلنگوه نزنی یارو اینجا پلاک نداره، داره میاد دنبالمون که راهنمایی کنه. خب بعد کاش بسرت کنه. ما الان اینجا منتظر توییم. خب پس من میرسم الان. تو چجوری الان میرسی تو این ترافیک ماه رمضان؟ یا شما برین تو، خب شما برای فرق نداره، برین تو بعدش که هیچی دیگه. دهنه تو پاره میکنم خدا. خب اسکو تو که میخوای بری؟ تو چی گفتی به من؟ گفتم حاضر شالوه بیشت بزنم نزدم ولی میخوای نره اسکولی؟
همینجور که مشاهده کردید اولویه‌ای همه جا باید باشی. اصلا حواسم به ساعت نبود. بریم. دیر شده. خیلی ترسیده. انچه بی تربیت توی بی تربیت فکر کنم که امروز بیام بیرون دیگه دو تا روزی چاپتون و اون کنید هر که از میکنم روزی جدی دارم، این مال منه. جدی اگر خواستید یه همچین جایی برید نرید. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. چون که من از نظر من پولم رو ریختم دور. خب میدونی تو یه جایی نشستی داری فیلم میبینی، فکر کن مثلا تلویزیون اینجوریه، تلویزیون که نیست پروژکتور میذاره، بعد تو یه اینجوری نشستی، بعد فیلم رو گذاشتم، یکی میاد میگه منم مثلا اینجوری میکنه، یه اینجوری میکنه. خب من حال نکردم، من دوست نداشتم، یعنی تجربه‌ای بود که دیگه نمیخوام تجربهش کنم، دوست نداشتم. و اگه نمیرفتم خوشم رفتم، مثلا دوستامو دیدم، آره اینا خوب بود، ولی دوست داشتم هیچ وقت پیشنهاد نمی‌کنم. من رفتم گفتم که وای الان من میترسم. چی میگی؟ کجای کاری؟ نازی یه سالاد درست کن. من سالاد درست کنیم. خیارشور نمیدونستی اسم اینا خیارشوره؟ بهتون بگم الان ببینید. خیارشورهای ما خیلی گنده است. چه خیارشور خوشگلی. وای چقدر گاوی به قرآن. چیکار کنم دارم درست کنیم؟ دونه دونه پر پر. یه دونه پیاز. دیروز میخواستم جلو درست کنم نشد. امروز درست ایده خوبیه، ایده قشنگه، ولی گل بخوری بازم الان وقتش نیست. شب که آدم آشپزخونه نمیرسه به هم که صبح میکنه که تا شب بتونه جمع این کنه. هیچ کثیفی نداره. اصلا جالبه. اونجوری که مشاهده کردید قضیه ژله کنسله. قیمه داریم سیب زمینی سرخ میکنم. قلبم با آرزو دوباره درآمیختی، از روزی که اومدی شهر رو به هم ریختی، زندگی آغاز صدا در بیارید که میتونید در بیارید. شما از این فرشاد دیگه چی میخواید؟ تو همه امروز خیلی روز مسخره بود، جدی مسخره بود، اصلا علاقه نداشتم. فردا رو قوی شروع میکنیم. ای ریختم تریاکی با زولبیا ساعت 1 شب. بزن تریاکیمون نشه دوستان عزیز. صبحتون بخیر. یه دونه پارسال ما به احتمال خوب بریم. برقا رفته. تو صفا. همینجوری فقط حاضر شدیم بریم یه ذره کار داریم، یه کار کوچیک داریم. ساینا حالا دیگه کجا با بریم؟ همینو برو انشالله که بلد نمیدونم. چقدر شدیم
تخت و اینا رو دیدیم، من یه دونه رو دیدم خوشم اومد و الان اومدیم خونه. من این آشفته بازار رو کارتون بکنم. خب من عروسی نانم. بریم خونه اونو درست کنیم. یه بوس بده بیا خدا قیافشم. پودر کره بسیار سیر کره پول بیبر. آها فهمیدم. آره خیلی باید کبوتر نامه بزنم ولی مقصود کنم که شما هر پاتر بیا. چین وقتی یه پر مساجی کنه رفتم تمام اون ادویه هایی که توی چیز ریختیم نه توی بال ریختیم و میریزیم اینجوری هم میزنیم بعد که بریزیم تو زمینیم میریزیم. نه اصلا به خاطر قیاه بودش که روی ادویه رفتش خب دیدم خب آره بهتر نیست سفر خدا مگه نه شروع کنید. دستم رو بدو دستم ببوس. باشه دیگه باید درست میکنم. خودت هم همین رو میخوای مگه نه؟ به راحتی میتونین اینجا خرچنگ پیدا کنین، اخشن پروی، بازم پروی، بازترم پروی. میتونین ستاره دریایی ببینین، اکه اختاپوس ببینین، پلانکتون های جور و جور و متمایز. عجیب هست ولی یه سنجابم میتونین ببینین که دانشمنده. صبح بخیر آتا، داری واسه به دنیا اومدن آماده میشی. صبح بخیر. ماشین ها به پا میخیزن تا اربابان زندگی تمام جانداران بشن. و از همه مهمتر بله یه اسفنج دریایی. این یکی به خوبی و خوشی با حلزون عزیزش زندگی میکنه که اسمش هست گری. چهارشنبه سوری. ترسناکه خیلی ترسناکه. اول چهارشنبه سوری داره دود صورتی میزنه. این رو نمیشه داره طریقه میزنه. بیا نگرفتی زن. آره چی رو میزنه؟ چه؟ صداش میاد خودش نیست. اونجوری نمیخواد زوم کنی. بزن رو یک. یاسی وای چرا تار میشه؟ تمام شد. چرا من دست اینجوری فیلم چقدر معلوم دوش. من اونجا نیدم. من اینجا داشتم نگم کردم. دودو میلو ها
این کنه پیرمرد است، همه زیر سر اینه. این بیا برم دوام کنی که چرا؟ خب یه سر میتره کنی بازم واه دوباره میخواد بزنه. رفت بالا؟ آره اینه میخواد بزنه. اونجا این مسخره بود. عجب خری، چرا اینجوری میزنه؟ آخه چه قشنگه. امروز کجا میخوایم بریم؟ لباس عید بخریم. اینجوری آفتابه، انگار تابستونه. سرم تو پنچم خستم از آرزوام که اون پشت ویترین سکترهای در جا اسم نسلم و بذاتمه یه روز تا نستش رد نوشتم که کسی نیست من روی تیم برم اونجا شما بیای خوشگلای من توجه کنن. فقط نگاه کن. اینو باید بذاری وسط اینا که مثلا زندانیه. ما لباسای یاسمین حمله شده نمیشه. چطوری؟ مات. آغاز سال 1404 مبارک تمام مردم ایران و شیعیان امیرالمومنین. مبارک باشه. بسیار بسیار زیبا. سبزی بود و ما عاشق تو سبزیم. اینم که سبزی بلو. به به، عیدتون مبارک. عیدتون کلی مبارک باشه. ایشالله که سال خفن عالی بهتر کنین، شاد باشین، اصلا عالی باشین. میدونم اوضاع اقتصادی همه جوره خیلی داغونه، ولی ایشالله که حال دلتون بهتره، که خیلی خوشحال باشید. دوستان عیدتون دوباره مبارک. ولی خب دلم میخواست که بریم مسافرت، یه ویدئوی قشنگ که ما هم میریم، ما داریم خوش میگذرونیم، ما بهمون خیلی داره خوش میگذره، ولی وضعیت اینه. من جایی نمیریم، قرار نیست بریم و خانواده خواب، منم بیدار. همین جدی همین بود. این همه توی 30 اسفند همه میرن این بر اون بر، خرید و خیابون قلقله شهر زنده. 1 فروردین الان مثلا حالا پنجشنبه الان فروردین هم نشده، خیابون خلوت، سک نیست تو خیابون، اصلا خوش نمیگذره. خیلی واقعا روز مسخره‌ایه. خیلی به شدت زیاد مسخره است. اصلا یه جوری که نگم براتون. میدونید چی شد؟ یک کلی‌بازی در بردم. میدونی چیکار کردم؟ براشون گفتم که یعنی چی خوابیدین؟ یعنی چی خوابیدین؟ یعنی چی دارین مثلا میخوابین؟ عید نظر و بعدش قرار کردم.
بشقه کردم و هی نمیگفتم که بعد دیگه شدش که بریم بیرون. اینو من آنلاین سفارش دادم، او اوورد برام. بعدش یه چند وقت میزنم جدی من انقدر موجه نداشتم. جدی خیلی خوبه. یعنی موجه هم این مخصوصا اینا وسط میبلنده، اینا رو نداشتم که موجم از روبرو اصلا معلوم نبود. مثلا الان موجم معلومه. من اینو 2 بار در روز میذارم، صبح که خواب پا میشم و شبا که خوابم. موی خیسو نباید شونی کرد، ولی مال من گره داشت. دختر دیدم موش از پشت تا زانوش بود. حساسی شدم دیگه کوتاه نکنم. تموم شده. میریم داخل پینترست و سرچ میکنیم پینک میکاپ. میبینیم مثلا کوچولو شهلاییه. شهلا نمیخوام، بذار یه دونه نورمال شهلا پیدا کنم. فهمیدم چیکار میکنیم. این چیزه رو دیدم اینجوری میکنه، مثلا میزنه یه دونه در مورد انتخاب میکنه. ما دقیقا همین کار میکنیم. این خیلی 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 کلمه خوبیه. اینو میایم با اینم که خداست یه ذره کانسیلر که روشنش بکنه. عروسی نمیخوایم بریم که روینش هم میخوایم همچین رنگی. برونزر شیگرام استفاده میکنیم مایه. با همین اصلا نیازی به بلند کردن نیست. بلندش بکن بعدم میاد مثلا دختره داره مثلا همینجوری فارسی صحبت میکنه و یهو میگه که چی میگی؟ شبیه که شدی یه ذره میکاپ آرتیست نیستم متاسفانه. یه ذره شبیه شد. چی دیگه؟ ابرو که نمیخوام، این برای چشم دیگه. این مثلا ماوت ماتیر مالی متوجه من نمیبینم. نه ناموسن نه یه بار این بری این بر این خوبه. خب این قشنگه. میدونی حجمشو ولی کم میکنیم. حجمشو کم میکنیم چون که عروسیه میگه عروسی همه عروسی ننم شد. چشم حتی قربون برم. صورتی این صورتیش خیلی جیغه. این استفاده میکنیم همین بس باشه. این سراغ روژونه از همین جده. مثلا همین ندونه که روژونه داره مثلا مثل این. خب دوباره باید اینو خاموش کنیم. مثل این مثلا روژونه داره میریم زیرش بعد بدون انتخاب میکنیم. این فکر کنم باید خیلی خرچنگ. این روژونه شو اینجا زده و یه گلبهیه رنگش. سو بیوتی دیدم که میگه که یه بار امتحان کرده گفت میزنید به اینجا اضافه شو بگید و بعد بزنید. خیلی ملوس تایم. روژ لب بریم اینجا بایستیم. اول یه دونه
بالملا رژ لبش دقیقا این رنگیه ولی خب دقیقا همین رنگیه ولی بنده رژ لب متاسفانه نمیاد. اینا قشنگ همون هم مخملیه از اینا مخملی شد. آرایشه باهم شده. ای بابا حالش کنی با محمد بیرون عشق کنی مهم صاف لباسه دوباره همون کاناش